پیش از آنه که من این سوال ها را برای شما مطرح کنم، جوابهایی را که شما شنوید، یک دعای بسیار زیبای پیامبر با یک طریق درس، با یک طریق تعلیم من به سمع شما میخواهم رسانم که بعد گوش کردن این دعای پیامبر شما این دعا را حفظ کنید، زیرا که ما این دعا را در بسیاری از نشستها و عبادت هامون انجام میدیم و دوست می‌دارم که این دعا را هم شما هم حفظ کنید و شما هم از این دعای بسیار زیبای پیامبر استفاده برید. زیرا برادران عزیز و گرامی، الله مهربان ادعونی استجب لکم میگفت، شما مرا دعا کنید، یعنی شما مرا فریاد زنید، شما مرا خوانید، من به داد شما میرسم، من فریاد شما را میشنوم، من دعای شما را قبول میکنم. حتی پیامبر نازنین گفت، خدای مهربان فرموده است، حدیث قدسی است، من لم یدع الله غضب علیه، اگر از من دعا طلب نکنید، از من به طرف من فریاد نزنید، خواهش نکنید، من بالای شما غضب میکنم. یعنی الله مهربان ایرا از روی مهربانیش میگد که مرا دعا کنید تا من دعاهای شما را قبول کنم. چگونه دعا کنیم برادران عزیز؟ راوی این حدیث حضرت انس رضی الله عنه که امام مسلم در کتاب معتبر و مشهور و صحیح خود این دعا را میارد که انس رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم وزلاع الدين وغلابة الرجال وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. برادران عزیز، خواهرای عزیز، این دعا را من قبلا گفتم شما حفظ کنید. شما میتونید اگر با این طریقی که با زبان عربی هست ندانینم معناش همین است، با معناش هم که حفظ کنید انشاءالله خدای مهربان قبول میکنه. اللهم اینی اعوذ بک من العجز. پیامبر من دعا میکرد خدای مهربان به سوی تو پناه طلب میکنم از عاجزی، از ناتوانی، از دستنگری، که هیچ وقت ناتوانم نکن، هیچ وقت دستنگرم نکن، هیچ وقت عاجزم نکن، خارم نکن. یکم چیزی که پیامبر گفتن. دوم و اعوذ بک من گفتیم فرمود من العجز والکسل، و پناه طلب میکنم به سوی تو را اینکه از زمره بندگان تنبل نباشم. یعنی بنده باید تنبل نباشد. برادر عزیز، چی در حیات، چی در کار و بار زندگی و چی در بندگی خدا. یعنی الله مهربان مرا از تنبلی نجات بده، مرا از زمره بندگان تنبل نگردان. والکسل والجبن، الله مهربان به سوی تو پناه طلب میکنم که از زمره بندگان ترسانچک نباشم، از زمره بندگان غیور تو باشم، از زمره بندگان جسور تو باشم. و پناه طلب میکنم
از بخل، یعنی خدای مهربان اگر مالدارم کرده باشی از زمره انسانهای گردان که تا من دستی سخا داشته باشم، دستی دهنده داشته باشم، یا بخل معنای دیگر هم دارد. خدایا از زمره انسانهای نباشم که به دیگر بندگان تو بخیل باشم. به سوی تو پناه طلب میکنم از زلع دین. خدایا به سوی تو پناه طلب میکنم که در دنیا قرضدارم نکن، زیرا قرضداری هم برادر از بسیار شوم است. یکی از گویم غضب‌های الهی امین است که وقتی بنده را در قرض مبتلا میکنه. و غلبت الرجال. خدایا به سوی تو پناه طلب میکنم که نه ظالم باشم و نه مظلوم. به سوی تو پناه طلب میکنم که نه ظالم باشم نه مظلوم باشم و نه در جبر ظالم مبتلا باشم. به سوی تو پناه طلب میکنم. و اعوذ بک من عذاب القبر. خدایا یک روز نه یک روز حیات من بود می شود و من خانه آخرتم قبر میرم. خدایا از عذاب قبر مرا نجات بده. و اعوذ بک من فتنة المحیا و الممات. زمانی که حیاتیم، زمانی که در این دنیا زندگی داریم، فتنه های بسیار دارد. خدایا از فتنه های هم حیات، هم زندگی، هم زنده ها و هم از فتنه خانه قبر و روز قیامت پناه طلب میکنم. برادران عزیز، هر کدام اینها را شما می توانید علاهیده نویسین و به سوی پروردگار از اینها شما پناه طلب کنید. الله مهربان، ما هم دعا میکنیم که خدایا از این دعای زیبایی که پیامبر گرامی برای ما تعلیم دادن، ما هم از زمره دعاگوها باشیم و خدای مهربان این فریادی که به سوی تو میکنیم، از این فریادی که پیامبر به سوی تو کرد، از ما قبول بگردان.